سلام دوستان، خوش آمدید به کانال انگلیش خانه. موضوع امروزه ما درباره ورزش می باشد. بیایید اول با کلمه های زیرین شناس گردیده پس آن محاوره را شروع میکنیم. swim swim آبازی کردن. ride a horse اسب‌سواری کردن. skiing لیژرانی. a little کمتر. quite well خیلی خوب. not so well آنقدر خوب نه. boxing مشت زنی. wrestling گوشتین. also اینچنین. once a week در یک هفته یک مرتبه. بیایید اکنون محاوره را شروع میکنیم. محمد can you swim محمد شما آبازی کرده میتوانید. no سنتلو and you I can swim quite well من خیلی خوب آبازی کرده میتوانم. what about other sports دیگر نمودی ورزش چی؟ I can play football very well من خیلی خوب فوتبال بازی کرده میتوانم. and tennis چی؟ I can play tennis well من خوب تنیس بازی کرده میتوانم. what about your friends رفیقانتان چی؟ میرزا علی can play volleyball very well میرزا علی خوب والیبال بازی کرده میتواند. and ایرج چی؟ ایرج can ride a horse well ایرج خوب اسب‌سواری کرده میتواند. can he also boxing او مشتنی هم کرده میتواند. yes a little بله کمتر. دوستان عزیز، برای تماشا کردن ویدیوهای نو از کانال انگلیش خانه پیگیری نمایید و باقی سلامت باشید. See you soon.